داشتم از جاده تلو به سمت لواسون می اومدم، چشم خورد به این فنسا و به این کانکسا و چجوریه اینجا وسط دل این کوه. نمیدونم چجوریه، با چه شرایطی اینجا زمین فروختم، فنس کشیده شده، کانکس و همه چی هم گذاشتن. آیا قانونیه این کار؟ اگه قانونیه بگید خب ما هم اگه در حد توانمون بیایم یه چند متر اینجا بخریم. جای خوبیه، کوه، وسط کوه. دوستان اگه کسی اطلاعات داره به ما آمار بده. اونجا لواسونه، اینجا هم جاده تلوه که ما دیگه آخراشیم. نمیدونم شرایط اینجا چجوری.